من دیشب رفتم بذار حقیقت به شما بگم چی شد. من دیروز که ورزش کردم رفتم اینجا یه رستوران، من الان مدتی مختربازی اینا کامل دیگه تعطیل کردم. نمیدونم این دارو مارو خارکوست میزنیم چیه اصلا. آره قبلا قابلمه رو میذاشتم شوروی رو میگرفت، فهمیدی؟ میرفتم رو بام شوروی رو میگرفت. الان اصلا با LMB تک LMB 2 LMB 3 LMB جواب نمیده. اینه میخواستم بپرسم، قدیم یه سریا بودن توی این شهرهای کوچیک میگفتن نصاب ماهوارن اینا. الان امروز دعا میکردم یاد این کنده افتادم. شما چی شدین؟ ماهواره دیگه کسی نداره که چی کار میکنه؟ تو شغل چی هستین الان؟ برنامه شما LMB بازار چی هست؟ الان احتمالا رفتین تو کار موبایل و لعیم و این چیزا دیگه نه؟ یارو میومد خونه ما ماهواره بس بکنه بلا نسبت حالا رفیقیم دیگه. خارکوسته فکر میگن دکتر ماندگاره، بعد پدر مادر ما همزمان میگن پیوند قلب بکنن، ما بچه ها بیرونیم ببینیم پدر مادر چی میگه. یک فیگوری LMB رو وصل میکرد 2 ساعت تموم میشد، بعد ما فکر میکردیم خب ما دیگه با الیانا در ارتباطیم، یه صفحه گرد با LMB. هر شب از مدرسه میومدیم سریع LMB رو نگاه کنیم اینا. بعد مدرسه میرفتی اون روزی که LMB رو بس کردی تو فیگور بودی خارکوسته، مثلا ما یه لول دیگه. آقا چی شد؟ نه یه تک LMB باید بذارم کویت میگیره، یکی دیگه باید بذاریم شوروی رو میگیره، حالا هر کی خر میگیره که وصل میشه. این از در خونه خارکوسته میرفت بیرون کسکش قطع میشد. دوباره چی شد؟ آقا برگرد تو رو خدا این کسکش نگرفتیم، ما الان دیگه تلویزیون ایران میتونیم نگاه کنیم مثلا. بعد ما بچه سال بودیم این به ما مثلا رو نمیدادن که 7 سال 8 سال 10 سال این مغازی من یارو سوال بکنیم آقا. بعد اینجوری میکرد بعد خارکوسته یارو بازم به غدیر رو ایره غدیر جان کانالای دیگه تو دلم بودم چونده. من همه کانالا رو در آوردم. من خونه رفیقای غدیر میرفتم تهران ماهواره داشتن XXL رو نمیدونم این کانالای ترکیه که این کسا میان جوراب پارازی هم خارکوسته یا در بیان یا بپوش خار ما رو گاهیدی. 4 سال ما فقط زدیم خارکوسته تو تلفن صحبت کردیم. خدایی اینو دارم از ته قلب میگم. میگین چرا این نسل ایران جاندار نیستن؟ انقدر با این کانالای ترکیه یارو تلفن صحبت کرد این جوانای ایرانی نسل قبل جغ زدن. نسل 70 با جغ کشتن خودشونو.